بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، دوستداران قرآن مجید. الله رو بی نهایت سپاس به خاطر نعمت قرآن، به خاطر نعمت ارتباط با قرآن، به خاطر آشنایی با قرآن، به خاطر اینکه این فرصت رو در اختیار من و شما قرار داد تا در لحظاتی که دیگران مشغولن به دنیا و سرگرمی های دنیا، من و شما رو منت گذاشت، انتخاب کرد تا گرد هم بیایم در یکی از محفل های قرآنی دیگر در وصال حق، در برنامه روحانی قرآن کریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که هر جا که یک قومی گرد هم میان و جمع میشن برای تعلیم کتاب الله تعالی، فرشتگان رحمت الله تعالی اونها رو در بر میگیرن. پس بشارت باد بر من و شما در چنین محفل نورانی و جمع شدن در چنین محفل با ارزشی که بهترین مخلوقات الله تعالی بعد از مؤمنین، فرشتگان الله تعالی، همچین محفلی رو محاصره میکنن، همنشین میشن با ما و در این محفل قرآنی گرده هم میان. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. حتما در تیتر ابتدایی برنامه این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم رو بارها و بارها مشاهده کردید که از جلوی چشمتون گذر میکنه. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. نبی بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که بهترین شما کسی است که قرآن را فرا گیرد و به دیگران یاد بدهد. این نعمت بزرگ است، نعمت یادگیری قرآن کریم، نعمت تعلیم قرآن کریم به دیگران. این ثروت عظیمی است، ثروت بزرگی. کسی که قرآن داره، قرآن رو بلده، قرآن رو میفهمه و به اون عمل میکنه، این انسان اگر احساس بکنه کسی دیگری در دنیا هست که نعمتی بیشتر از این شخص داره، این انسان در حق قرآن کریم جفا کرده. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا و خیر مما یجمعون. الله متعال در سوره مبارکه یونس آیه 58 فرمود که بگو ای پیامبر من به فضل الله تعالی و به رحمتش و به این کتاب، یعنی قرآن کریم، به این کتاب خوشحال باشید، چرا که این کتاب از هر آن چیزی که آنها، یعنی غیر مسلمین، از هر آن چیزی که غیر متعلقین با قرآن جمع کردن برای شما بهتر است. و این نعمت رو باید دعا بکنیم که الله تعالی از من و شما نگیره و ما رو شما رو در دنیا با قرآن انس بده، قرآن رو در دنیا شفای قلب‌های ما بگرداند، در قبر همدم و مونس ما قرار بده، در روز قیامت شفیع و شفاعتگر ما قرار بده، بر روی پل صراط نوری قرار بده که در پیش روی ما رو راهنمایی بکنه و در فردوس برین، در بهشت اعلی، در کنار نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین ما رو به همراه قرآن کریم محشور بگرداند. آمین یا رب العالمین. و ما ذلک علی الله بعزیز. و این بر الله تعالی هیچ سخت نیست. میان برنامه کوتاه میبینیم، برمیگردیم از ابتدای صفحه 13 از مصحف عثمان طه آیه 84 از سوره مبارکه بقره با هم شروع میکنیم روخانه درس امروز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء
يجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر. فرزندان نعمتها و نیز آزمایش‌های الهی هستند، پس شکرگزار و صبور باش. عزیزان، فرزندان نعمتهای الهی هستند که باید اونها رو قدر دانست، باید اونها رو با قرآن آشنا کرد، باید اونها رو تربیت کرد، باید اونها رو وسیله قرار داد که در روز قیامت به درد ما بخورن. باید کسانی تربیت بکنیم که آینده امت ما را بسازند. باید کسانی رو تربیت بکنیم که بعد از وفات ما پرونده اعمال ما بسته نشه و این مسیر همچنان تا روز قیامت ادامه داشته باشه. و وقتی که ما در قبر میریم همچنان خوشحال باشیم به خاطر فرزندانی که پس از خودمون به جای گذاشتیم. از ابتدای صفحه 13 آیه 84 سوره مبارکه بقره به همراه شما عزیزان درس امروز رو آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این علامت فتحه است، هر جا رو هر حرفی قرار گرفت صدای ا میگیره. این علامت این زیر کسره است، هر جا که قرار گرفت صدای ا میگیره اون حرف. این علامت ساکن است، روی هر حرفی که قرار گرفت اون به تنهایی خوانده نمیشه، نیاز به آخرین حرکت ما قبل. و اذ ساکن به همراه ما قبل خونده میشه. اذ اخذ اینجا هم ساکن به همراه ما قبل خونده میشه. و اذ اخذ نه فتحه هر وقت بعدش الف قرار بگیره اون حرفی که روی اون فتحه قرار گرفته دیگه ا خوانده نمیشه، صدای آ میگیره، صدای آ میگیره. اگر این حرف اون حرفی که روی اون فتحه است و بعدش الف بود، از این 6 حرف 8 حرف باشه که صاد، ضاد، طا، ظا، غین و قاف، این 6 تا خا و را، این دوتا دیگه اضافه میشه 8 تا. اگر از این 8 حرف بود، صاد و ضاد و طا و ظا و غین و قاف و خا و را، اگر از این 8 حرف باشه حرفی که روی اون فتحه قرار گرفته و بعد از اون الف واقع شده، اون 8 حرف پر خوانده میشه. یعنی الفی که ما تلفظ میکنیم دهان رو به سمت بالا باز میکنیم، در غیر این صورت دهان به سمت بغل باز میشه. این الان نا از اون نون از اون 8 حرف نیست، پر خوانده نمیشه. میگیم و اذ اخذنا، نمیگیم اخذنا، اخذنا. می کسره وقتی بعدش یا قرار بگیره صدای ای میگیره. اینجا فتحه وقتی بعدش الف قرار گرفت، الف هم جنس حرکت فتحه است و یا هم جنس حرکت کسره هست، به همین خاطر اونها رو تقویت میکنه. اینجا بعد از فتحه الف قرار گرفت صدای آ آمد، اینجا بعد از کسره یا آمد صدای ای میگیره. دیگه نمیگه م، میگه می. می ثقکم. اینجا هم ثا حرف ثا فتحه بعدش الف قرار گرفته، فرقی نمیکنه که الف به این شکل بلند نوشته بشه و یا اینکه به این شکل کوتاه نوشته بشه. در هر دو حالت الف اینجا پر و باریک خوانده خواهد شد. اینجا الان ثا از اون 8 حرف نیست و باریک خوانده میشه. میشه چی؟ می ثقکم. نمیگه می ثاقکم، می ثاقکم، نه، می ثاقکم. و اذ اخذنا میثاقکم لا فتح بعدش الف صدای آ، لا تسفکون. ضمه، این حرکت ضمه هست، روی هر حرفی که قرار بگیره صدای او میگیره اون حرف، مگر اینکه بعدش مثل اینجا حرف واوی قرار بگیره. به حرف واو وقتی که بعد از ضمه قرار بگیره اونجا چی میشه؟ اون واوی که حرکت نداره، واوی که اینجا حرکت نداره ساکنه، اون موقع چی میشه؟ اون حرفی که روی اون ضمه قرار گرفته دیگه صدای او نمیگیره، صدای او میگیره، مقداری کشیده میشه، تقویت میشه دیگه. مثل اینجا در یا، وقتی که یا اینجا ما قبلش کسره بود، کسره با یا تقویت میشه، فتحه با الف تقویت میشه و ضمه هم با واو تقویت میشه. این سه تا حرکت بعد از فتح الف صدای آ میشه، بعد از کسر یا صدای ای میشه، بعد از ضمه او صدای او میشه، تقویت میشه. میشه چی؟ لا تسفکون، لا تسفکون.
و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماء. این علامت مد روی 3 حرف الف و واو و یا قرار میگیره. واو، الف و یا که سر هم نوشته بشن میشن وای. حرف مد، حروف مد این 3 تا هستن. این علامت مد یعنی کشیدن. مد یعنی کشیدن. جزر و مد هم اگر به خاطر داشته باشین، جزر و مد ما هم به همین معناست. مد یعنی کشیدن، جزر یعنی برگشتن، کوتاه شدن. مد یعنی کشیدن، یعنی این الف بیشتر از حد طبیعی خودش کشیده میشه. این الف بیشتر از حد طبیعی خودش کشیده میشه. چی میشه اینجا ما به اندازه بستن 3 تا انگشت، در حالت عادی اگر انگشتاتون رو باز بکنید پشت سر هم همینطور عادی ببندید، به اندازه هر کدوم رو ما میگیم یک مد، 3 تا مد میشه. یعنی اینجا چطور میشه؟ دیمه. این میم هم که پر خوانده نمیشه دیگه، از اون 8 حرف نیست. لا تسفکون دماءکم، اینجا باز دوباره ساکن به همراه ما قبل خونده میشه. ولا تخرجون انفسکم. این نون ساکنه. در نون مهم هست، حتما عزیزان این رو بارها تکرار کردیم، مد نظرتون هست، ما هر وقت که نون دیدید که ساکن بود یا علامتی روی اون قرار نداشت، اینجا علامت روش نداره، همون نون ساکن است. نون رو هر وقت که شما دیدید روی اون علامتی قرار نگرفته بود، نون ساکن هست. حالا چرا ساکنش اینجا علامت ساکن نوشته نشده رو ذکر میکنم دوباره. نون ساکن هر وقت دیدید بلا استثناء یا تنوین که همون نماینگر نون ساکن هست، باید نگاه بکنیم که بعد از نون ساکن چه حرفی است. اگر حرف با بود بعد از نون ساکن، اون نون ساکن رو ما دیگه نون تلفظ نمی کنیم، میم تلفظ میکنیم. ببخشید، ما اون رو میم تلفظ میکنیم. و مثلا مثل زنبور ما بهش میگیم چی؟ زنبور. در فارسی، در عربی هم من مثالشو بارها گفتم و مشهورترین مثالش من بعده هست که مثلا ما من بعده میخونیم، میم تلفظ میشه بعد پوزش. و هر وقت بس بعد از نون ساکن حرف با اومد، اونجا نون حرف نون تبدیل میشه به میم تلفظ میشه. ما این رو قاعده رو بهش میگیم اقلاب با قاف، یعنی قلب، تبدیل شدن نون به میم. این دوم، اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یک از 6 حرف یرملون آمد. 6 حرف چی؟ یا، را، میم، لام، واو و نون. 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون اگر سر هم نوشته بشن میشه یرملون. کلمه یرملون رو به خاطر بسپارین. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 6 حرف آمد، اون موقع نون ساکن یا تنوین دیگه اون نونی که هست تبدیل میشه به حرف ما بعد، هر چی باشه. این قاعده رو ما بهش میگیم ادغام. قاعده دوم، ادغام یعنی دغم شدن، یعنی تبدیل شدن حرف به ما بعد. این قاعده دوم بود. قاعده سوم، هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرف حلقی بیاد، اون 6 حرفی که از حلق ادا میشن، اونها همزه و ها، عین و ها، غین و خا، این 6 حرف همه از حلق ادا میشن، مخرجشون حلق است. همزه و ها، عین و ها، غین و خا. این 6 حرف رو اگر بعد از نون ساکن یا تنوین داشتیم، اون موقع نون از مخرج خودش ادا میشه. مثلا من آمنه، نمیگیم من آمنه یا تبدیلش کنیم. این قاعده سوم ما بهش میگیم اظهار با وا و هید و چشم. این به اظهار به معنای ظاهر شدن نون از مخرج خودش. قاعده اقلاب، ادغام و اظهار. و اگر غیر از اینها بود، یعنی بعد از نون ساکن نه با بود، نه حروف یرملون بود و نه حروف حلقی بود، اون موقع قاعده چهارم اجرا میشه که بهش میگیم اخفا یا مخفی شدن نون در بینی. نون از مخرج خودش ادا نمیشه، نون رو از اون حالت طبیعی ادا نمی‌کنیم، از بینی ادا میشه صدای نون با مقداری مکس در هنگام تلفظش که ما بهش میگیم، مثلا اینو میگیم اخفا به خاطر مخفی شدن مخرج نون در بینی و این قاعده بهش گفته میشه اخفا. مثل مسئله منکم، نمیگیم منکم الان اگه بگیم منکم اینجا اظهار میشه و این قاعده اشتباه است در لحاظ تجویدی. ما میگیم منکم نون رو از بینی ادا میکنیم، منکم مقدارم روش مکس میشه. این 4 قاعده هست که در احکام نون ساکن و یا تنوین باید مد نظر عزیزان باشه. اما
ما در اینجا الان هر وقت شما نون ساکن یا تنوین دیدید بلا استثناء بعد به بعدش نگاه بکنید، یکی از این 4 قاعده حتما اجرا میشه. اینجا در این کلمه انفسکم اینجا نون ساکن بعدش ف اومده، نه از حروف یرملون است، نه حرف حلقی است و نه با است. اینجا قاعده اخفا صورت میگیره و نون از مخرج خودش ادانه میشه و مخفی میشه در بینی. به همین خاطر میبینیم که روی نون ما خود علامت ساکن رو هم شیخ عثمان طاها خطاط این نسخه ننوشته، یعنی اون علامت ساکن رو نگذاشته و مخفی کرده، گویی اون علامت رو تا دلالت بکنه و نشان بده که این نون اینجا اخفا میشه. به همین خاطر این علامت ساکن رو روی نون اینجا ما نمیبینیم. تلفظش میشه چطور؟ فو س کم. میم اینجا در از ساکن بوده، شیخ به جای ساکن یک تشدید روی میم اینجا گذاشته، انفسکم. من اینجا هم نون باز همین حکایتی که اینجا تکرار شد اینجا هم تکرار میشه. نون علامت ساکن روش مخفی شده، گذاشته نشده، چون اینجا اخفا میشه. بعد از نون ساکن دال آمده، نه از حروف حلقی است، نه از حروف یرملون و نه با هست. قاعده 4 اجرا میشه که اخفا هست. اینجا میشه چی؟ من دی یا من دیه دیه ریکم، دی یا من دیه ریکم. خب ثم این علامت تشدید هست، اینجا هم گذاشت علامت تشدید، این علامت اینجا هم هست. علامت تشدید به این علامت اینو میگن تشدید، یعنی اینکه نماینگر 2 حرفه. این علامت هر جا دیدید یعنی اینکه اون حرفی که زیر این علامت هست 2 بار بوده، در اصل 2 تا بوده، اولی ساکن بوده، دومی حرکت داشته. اون حرکتی که این بالا هست فتحه مال میم دوم هست. میم اول ساکن بوده، میم دوم حرکت فتحه داشته. به خاطر اینکه در نوشته زیباتر بشه، تخفیف داده بشه، یکی از میم ها رو حذف کردن، به جاش این علامت رو گذاشتن تا دلالت بکنه بر اون حرف حذف شده ای که ساکن بوده. هر جا تشدید دیدید 2 بار خوانده میشه. تشدید یک بار به همراه ما قبل خوانده میشه، یک بار تنها خودش به همراه حرکتی که داره، حالا چه بالا یا پایین حرکتی که روش هست. اینجا الان چی میشه؟ ثم اینجا هم همینطور شد. انفسکم من اینو قبلا هم توضیح دادم که این میم رو حالا بعضی مصاحف شاید اینجا ساکن گذاشته باشه، اینجا دیگه تشدید نباشه، در هر حالت بازم 2 تا میم میشه، میم اول ساکن، میم دوم تشدید. اینجا شیخ عثمان ساکن این رو برداشته که این رو اصلا دیگه انگار وجود نداره، به جای این تشدید روی این گذاشته که همون دلالت بکنه بر این حرف میم محذوفه ساکن اول. در هر حالت تلفظش یک چیزه. ثم اینجا میم 2 بار خوانده میشه، یک بار به همراه ما قبلش، یک بار تنها به همراه حرکت خودش. قاعده کلی خواندن تشدید همینه. هر جا حرفی رو شما دیدید که تشدید داشت، آن حرف چطور خوانده میشه؟ اون حرف اینطور خوانده میشه که یک بار به همراه ما قبل، یک بار تنها به همراه حرکتی که خود اون تشدید داره، یا بالاش یا زیرش، به هر حال یک حرکتی است. ثم اقررتم. قاف یکی از اون 5 حرفی هست که 5 حرف رو مد نظر داشته باشید. 5 حرف قاف، تا، با، جیم، دال سر هم اگر نوشته بشن میشه قطب جد. این 5 حرف سر هم قطب جد. این 5 حرف رو ما بهش میگیم حروف قلقله و اینها در هنگامی که ساکن باشن، اینها وقتی که ساکن باشن در هنگام تلفظ این حروف در حالت ساکن که به کمک ما قبل خوانده میشن، یک مقداری در مخرج اینها سکون، اون سکون محض نیست، مقداری میلرزه در مخرج حرف و همین خاطر بهش میگن قلقلی، یعنی یک مقداری لرزش داره. اینجا ببینید مثلا چطور میشه، نمیگیم اق ثم اق، نه اق مقداری در مخرج گویی صدا میلرزه. اق ثم اقررتم و انتم. اینجا هم دوباره باز همین حکایت تکرار میشه. اینجا هم ما در کلمه انتم باز همین حکایت رو داریم که اینجا نون ساکن و نون ساکن اینجا اخفا میشه چون بعدش حرف تا قرار گرفته، از اون هر حروف یرملون یا حلقی یا با نیست، اخفا میشه، به همین خاطر ساکنش هم ننوشته. انتم تشهدون. اینجا نون ساکن میشه هرگاه در آخر آیه یا
هر جایی که شما وقف بکنید، یعنی آخرین کلمه‌ای باشه که تلفظ بکنید، آخرین حرف همیشه ساکن خوانده میشه، مگر یک استثناء که بهش میرسیم در تنوین ان فقط که الف میشه به جای ساکن. این حرف آخر همیشه در هنگام توقف شما باید ساکن تلفظ کنید، حرکتش میفته. اینجا نمیشه تشهدون. اگر ادامه بدید بله، اگر شما قصد داشته باشید این آیه رو ادامه بدید به آیه بعدی بچسبانید، مثلا تشهدون ثم انتم، اون موقع خوانده میشه این فتحه. اما در هنگام توقف همیشه قاعده کلی وقف این است که در هنگام وقف همیشه حرف آخر ساکن میشه. این شماره آیه هم که 84 مال این آیه قبلی هست که تمام شد و خواندیم. شماره آیه رو همیشه در آخر آیه می‌نویسن، این رو مد نظر عزیزان حتما هست. این آیه رو یک بار از اول با هم میخونیم. و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم. در هنگام وقف که وایستادی سعی کنید یکی دو کلمه قبلش دوباره شروع بکنید، مگر اینکه معنا کامل بشه و یا علامت وقف ببینید. اگر علامت وقف مثلا اینجا علامت وقف نیست و معنا کامل نشده، با خاطر این از آخر برمیگردیم، دوباره از عقب یکی دو کلمه رو تکرار میکنیم. ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. نون حرکت پیدا نکنه، تشهدون. همین که مخرج نون رسیدید صدا رو متوقف کنید، نشه تشهدون. بعضی از عزیزان اینطور تلفظ میکنن، میگن تشهدون، یک حرکتی آخر به نون میدن، نه، تشهدون. آیه بعدی ثم دوباره خوانده میشه میم انتم. اینجا الان فتحه بعدش الف آمده، این الف، این ها پر خوانده نمیشه ولی آ به صدای آ میگیره، صدای آ میگیره چون از اون 8 حرف نیست، پر خوانده نمیشه. اینجا این مد هم سبب میشه که این الف کشیده بشه، اینو دقت کنید، ها اینطور میشه ها. خب اینجا این همزه هست که خوانده میشه، این واو خوانده نمیشه، این همزه خوانده میشه اینجا و ضمه داره، میشه چی؟ او. ها او. فتحه بعدش الف آمده و این الف هم مد داره، دقیقاً همون حرکتی که برای ها تکرار شد. این الفش کوچیک بود، این الف لام اینجا فقط بزرگ است. اینن همین حرکت اینجا، این حرکت رو ما داریم، فتحه الف مد، فتحه الف مد. اینجا هم میشه چی؟ لا. این حرف ای هم که در آخر است. الان اینطور خونده میشه، این هؤلاء. اینجا هم مد میشه، اینجا هم مد میشه. هر دو تا هم باریک خوانده میشن چون از حروفی که اصطلاح دارن نیستن. خب تنق، این قاف قلقله میشه تنق تلون، تنق تلون انفسکم، انفسکم و تخرجون فریقا. این علامت تنوینه، این علامت به معنای این علامت تنوین هست. هر جا دو تا فتحه روی هم یا دو تا ضمه یا دو تا کسره زیر هم دیدید، اینا علامت تنوین هستن. این دو تا با هم که دو تا که با هم میشن میشه تنوین. به چه معناست؟ به این معناست که در اصل این فتحه که به جای خودش بوده، قاف فتحه داشته، بعدش یک نون بوده، نون، حرف نون که ساکن بوده، در نوشته به خاطر زیبایی نوشته، اون نون حذف شده، به جاش این علامت گذاشته شده. در اصل این علامت دومی که بالای فتح است، این علامت نماینگر یک نون ساکن هست، یک نون ساکن. به همین خاطر ما در هنگام تلفظ اون نون تلفظ میکنیم، نون تلفظ میکنیم. به همین خاطر بهش میگیم تنوین، یعنی آوردن نون. فریقان در هنگام توقف فرق میکنه، در هنگام وصل اینطور میشه. در هنگام وصل این میشه فریقان، اما در هنگام وقف اگر روی تنوین ان ما وقف کردیم، اون وقت دیگه این نون هست میشه، چی میشه؟ فقط همین فتح میمونه، با این الف میشه چی؟ فریقا، فریقا. پر هم خوانده میشه چون قاف از اون 8 حرف هست. فریقا و تخرجون فریقا
اگر وقف کنیم، اگر روی این کلمه وقف کردیم فریقا خوانده میشه. اما در هنگام وصل دیگه همون تنوین نقش خود رو داره و تنوین نون اینجا نون ساکن در پایان باید اظهار بشه فریقا. خب بعدش در خط بعدی ما در خط بعدی اینجا میم داریم. الان ما بعد از تنوین در خط بالا، من گفتم همیشه هر وقت تنوین یا نون ساکن دیدید بعد مستقیم برید ببینید بعد از اون نون ساکن یا تنوین، این تنوین هم اون نون ساکنه دیگه، آخرش نون ساکن، بعد از نون ساکن یا تنوین چی آمده؟ کدوم هشت از اون 4 قاعده کدوم اجرا میشه؟ اینجا میم آمده از حروف یرملون هست، به همین خاطر اون تنوین، این نونی که این بالا اضافه بود تبدیل میشه به حرف مابعد خودش که میم هست، به همین خاطر میم الان اینجا تشدید گرفته. این تشدید میم به چه خب معنا هست؟ یک میم که بوده، این میم که کسره داره سر جای خود است، میم اولی که ساکن هست در اصل اینجا قبل از این آمده که این تشدید دلالت بر اون داره، همان نون ساکنی هست که روی تنوین فریقان بود، نون ساکنی که تبدیل شد به میم. اینجا دیگه در هنگام تلفظ چی میشه؟ ما دیگه الان اینو تنوین رو این نون تلفظ نمی کنیم، به جای این نون یک میم تلفظ میکنیم، چون این نون رو ما تبدیل کردیم به میم بعدی. چی میشه؟ فریقم، قم نمیگیم قن، فریقم، به خاطر اینکه بعدش میم آمده ما نون رو هم میم تلفظ میکنیم، میشه چی؟ فریقم. انگار که میم بعدی تشدید گرفته، این تشدید رو به خاطر این دیده میشه. ما الان اینجا قاف، فتحه قاف رو میچسبونیم به میم، میشه چی؟ فریقم، فریقم، فریقم منکم. اینجا هم نون ساکن علامت ساکنش اخفا شده، چون بعد از نون ساکن کاف آمده و قاعده اخفا اجرا میشه. اینجا چی میشه؟ فریقم منکم، منکم. 2 تا قاعده اجرا شد. قاعده اول در این فریقان اول نون ساکن اینجا قاعده ادغام صورت گرفت، نون تبدیل شد به میم بعدی، و اینجا قاعده در این نون ساکن 2 تا نون ساکن بودن دیگه، یکی در تنوینه که اینجا این نون ساکن اخفا میشه، میشه چی؟ فریقم منکم. خب اینجا باز دوباره 2 تا میم پشت سر هم قرار گرفته، میم اول رو علامت نگذاشته شیخ تا تشدید روی این میم بگذاره. فریقم منکم، من دوباره اینجا نون مثل بالا در کلمه بالا من دیارکم رو داشتیم، در خط بالا اینجا هم داشتیم دیگه، دقیقا همین تعبیر اینجاست، اینم همین تعبیر اینجا تکرار میشه. اینجا هم بعد از نون دال آمده اخفا میشه، چون نه از حروف حلقی است، نه از حروف یرملون، نه با هست. چی میشه؟ منکم من دیارهم، دیارهم، من دیارهم. توا، توا، وا فتحه بعدش الف صدای آ میگیره و از اون 8 حرف هست، صاد، واد، تا، وا. وا از اون 8 حرفی که وقتی که فتحه داشته باشه بعدش الف پر خوانده میشه، الفش پر میشه. چی میشه؟ توا، توا، نمیگیم تذه، توا، دهان رو به سمت بالا باز میکنیم. توا هرون، توا هرون علیهم بل. این علامت صاد که میبینید اینجا، این صاد نصفه روی هر الفی که قرار بگیره یا هر حرفی، این دلالت به چی داره؟ دلالت بر این داره که این الف خوانده نمیشه در هنگام وصل. این الف وصل هست، بهش میگن الف وصل. این علامت صاد یعنی از وصل گرفته شده. این به این معناست که این الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. این دایره هم دوباره شروع کرد به چرخیدن. اینو احمد جان بعد نمیدونم چی از مشکلش. این الف، این صاد الان نشان وصل هست، این الف وصله. این هیچ وقت این الف در هنگام وصل ما قبل به ما بعد خوانده نمیشه، مگر اینکه این الف در ابتدای کلام قرار بگیره، یعنی در ابتدای حرف، در ابتدای آیه، اون موقع خوانده میشه که احکام خاص خود رو داره که قبلا ذکر کردیم. ان شاءالله اگر باز رسیدیم بهش اینجا نیازی بود ذکر میکنم. خب اینجا این الف خوانده نمیشه، این لام نیاز به حرکت، آخرین حرکت ما قبل داره کسره. بیل اثمی، بیل اثمی، این همزه هست. ببینید این رو ما میگیم الف، اما وقتی که الف زیر اون یک شش کوچک، مثل یک شش کوچک زیر اون یا بالای آن قرار گرفت، دیگه نمیگیم الف، میگیم همزه. در اصل اون میگیم همزه. ما در فارسی نداریم همچین چیزی، در عربی هست. ما در خط بالا هم داشتیم. ببینید مثلا مثل این دیگه به نمیگیم الف، وقتی که این شش روی اون قرار گرفت میشه همزه.
این میشه همزه. حتی در اینجا اینم میشه همزه، این همزه هست. این چش کوچک هر جا کامد میشه همزه. بیل، این همزه اینجا کسره داره. بیل اسمی، بیل اسمی. ول، الف خوانده نمیشه. ول عد، این میچسبه به دال. دالم در هنگام سکون قلقله میشه. از اون 5 حرف قلقله هست. قطب جد دال هست. چی میشه؟ عد، نمیگیم عد فرق میکنه. ببینید اگر قلقله نشه چطور میشه؟ میشه عد. اما در هنگام قلقله چی میشه؟ عد. فرقش چیه؟ عد. این قلقله میشه در هنگام اون 5 حرف قاف، تا، با، جیم و دال وقتی ساکن باشن در هنگام تلفظ قلقله میشن، یعنی مقداری در مخرجشون میلرزن. ول عدوانی، واو پر خوانده نمیشه. ول عدوانی، فتح بعدش الف صدای آ میگیره با. ول عدوانی. و خط بعدی این نون ساکنه. خب بعدش باید ببینیم چی داره. یا از حروف یرملون هست، نون باید تبدیل بشه به یا. دیگه به جای نون یا تلفظ میشه. اینجا چی میگیم؟ و این یا تو و ای نمیگیم ان، ای و ای یا تو کم و این یأتوکم و این یأتوکم و این یأتوکم. و سین الف میگن اما پر خوانده نمیشه. اگر صاد بود پر خوانده میشد، اما سین خوانده نمیشه، پر خوانده نمیشه. فتح بعدش الف پر خوانده نمیشه. اما را پر خوانده میشه، سین پر نمیشه. فتح الف صدای آ میگیره، اینجا هم فتح الف را صدای آ میگیره. این یا خوانده نمیشه چون الف روش هست. کلا این یا اینجا نقشی نداره. چی میشه؟ او سه را، نمیگیم او سه ره، نه، را رو پر میخونیم. او سه را و این یأتوکم اسارا، را پر میشه، دال به سمت بالا باز میشه. فا پر نمیشه. فتح بعدش الف صدای آ. فا پر خوانده نمیشه، میشه توفه، نمیگیم توفه. ببینید را پر شد. را توفه، نمیگیم توفا، مثل را نمیشه. و این یأتوکم اسارا تفادوهم و هو محر. ببینید را یک بار با ه خوانده میشه، یک بار تنها با فتح خودش. محرمون. این تنوین، این دو تا یک ضمه. بعضی وقتها این رو شیخ عثمان به این شکل می نویسه، بعضی وقتها در خط پایین اصلا مثلا میبینیم در یکی دو تا خط پایین تر اینجا در این مثلا یا در اینجا به این شکل هم نوشته میشه تنوین اون. این هم ببینید بعضی وقتا به این شکل نوشته میشه، بعضی وقتا به این شکل می نویسه تنوین رو شیخ عثمان طاها. فرقش چیه؟ جاهایی که ما گفتیم بر از تنوین باید ببینیم که چه قاعده‌ای صورت میگیره دیگه. بر از تنوین جایی که اظهار میشه شیخ عثمان به این شکل می نویسه، جایی که اظهار نمیشه به این شکل می نویسه. ببینید فرقش رو. دو تا واو پشت سر هم نوشت، اینجا واو دومی رو اینجوری چپه کرد روی واو اول. این هم تنوین اونه، این با این فرق نمیکنه، فقط شکل نوشته فرق میکنه. و شیخ عثمان طاها هم در این مصحف خودش در جاهایی که اظهار میشه به این شکل نوشته. الان اینجا چی میشه؟ تنوین بعدش عین آمده. عین که از حروف حلقی است که از حلق ادا میشه. اینجا نون از مخرج خودش ادا میشه. چی میشه؟ میشه محرمون علیکم. نمیگه محرمون علیکم، نه. یا این رو تبدیل کنیم به عین، نه. یا این رو تبدیل به با بکنیم، نه. این از مخرج خودش نون ادا میشه. محرمون علیکم و هو محرم علیکم و هو محرم علیکم. را پر خوانده میشه. اخراجهم
اخراجهم. جیم علامت وقف اینجا، یعنی شما اجازه، این تابلوی توقف، این تابلوهایی که در مسیر راه میگذارن برای توقف، راهنمای رانندگی داره، این جیم یعنی اینجا اجازه دارید شما توقف بکنید و جایز هست که توقف بکنید، میتونید رد بشید، میتونید توقف بکنید. اگر اینجا توقف کردید نیازی نیست برگردید از عقب یکی دو کلمه رو بخونید. اگر اینجا جاهایی که علامت وقف هست و اجازه وقف داده شده، خوبی این علامت چی هست؟ یعنی شما دیگه نیازی نیست که دوباره برگردید مقداری عقب دوباره برید، یعنی میتونید ادامه بدید. اما جایی که نیست، جایی که علامت توقف نیست، یا اگر معنی بلد باشید، معنی کامل باشه که مشکلی نداره، اگر معنی کامل نبود و معنی بلد نیستیم باید حتما یکی دو کلمه قبلش رو دوباره تکرار کنیم، باز دوباره ادامه بدیم. اما وقتی که علامت توقف هست، این علامت ها نیازی نیست که شما برگردید عقب. اگر اینجا توقف کردید از اینجا میتونید دوباره ادامه بدید. ف تو، اینجا دیگه واو خوانده نمیشه، همزه خوانده میشه. تو می نشه، می اینجا یا نداره دیگه. تو می نونه، افتو منونه، نگیم افتو مینونه، مینونه نشه، یا نگیره. وقتی یا میگیره که بعدش یا باشه، کسره. وقتی یا میشه که بعدش یا باشه، صدای ا هست. تو می تو منونه نشه افتو مینونه، نه افتو منونه، منونه نه مینونه. اینو دقت کنید، نکات ریزی هست، بعضی از عزیزان اینا رو یه کمی یا میکشن یا میدن به اینها. افتو منونه ب اینجا هم بی نشه، به بعض تا اینجا به بعض. اما اینجا الف، این که در هنگام وصل خوانده نمیشه، این الف ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. آخرین حرکت ما قبلش رو از این حرف باید بگیره، این کسره میچسبه به این لام. به بعض کتابی، به بعض الکتاب، افتؤمنون ببعض الکتاب، افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون، تکفرون، نگیم تکفرون. این فو هست، این اینجا صدای او میگیره، اینجا صدای او میگیره. حرف فا صدای او میگیره اما را صدای او میگیره چون واو بعدش آمده. تکفرو، فو نگیم فو رو، دیگه فا رو صدای فا حرف فا چون فقط یک ضمه داره فقط صدای او میگیره، دیگه او نشه. تکفرون، تکفرون، تکفرون ببعض، ببعض. این در هنگام وصل اگر ادامه بدیم تنوین به بعضن میشه، اما چون اینجا اجازه داریم که وقف بکنیم، در هنگام وقف چطور میشه این تعبیر تنوین ان؟ تنوین ان یادتون هست در فریقا خط بالا که داشتیم، فریقا تبدیل شد به الف، میگفتیم فریقا. در هنگام تلفظ تنوین ان الف تبدیل میشه، در هنگام وقف در تنوین ان تبدیل میشه به الف. اما تنوین ان و اون تبدیل نمیشه به چیزی، ساکن میشه، یعنی کلا این حرکت میافته. چی میشه؟ به بعض، به بعض. دو تا ساکن پشت سر هم، یک کمی تلفظش مشکل میشه. به بعض، فقط یک باریکه‌ای از صدای ضاد، یک خیلی رائحه‌ای از صدای ضاد اینجا استشمام میشه و چی میشه؟ و تکفرون به بعض، به بعض. فقط یک ذره‌ای از صدای ضاد مشخص میشه که یک ضاد اینجا ساکن است، اینجا ساکن میشه. در حالت خلاصه بکنیم موضوع رو، اینجا در هنگام وقف ضاد ساکن میشه و تکفرون به بعض. فما جزاء، نون بعدش یا اومده تبدیل میشه به یا، حروف یرملون. من یفعل ذلك منکم الا خزی. تنوین بعدش حرف فا قرار گرفته، از حروف یرملون و حلقی نیست، با هم نیست، میشه اخفا، یعنی از مخرج خودش ادا نمیشه، میره در بینی ادا میشه. خزیون فیل، دقت کنید، فیل الف خوانده نمیشه، کسره میچسبه به لام. فیل حیاتی،
حیا ت تا اینجا. خط بعدی الف خوانده نمیشه، لام حرکت نداره. لام حرکت نداره. دقت کنید که 4 حرف واو، 4 حرف واو، الف، لام و یا. این 4 حرف رو اگر دقت بکنید، واو، الف، لام و یا، این 4 حرف، هر وقت این 4 حرف رو بدون حرکت دیدید، واو، الف، لام، یا سر هم که نوشته بشه میشه والی، حروف والی. اینا رو میگیم حروف ناخوانا. این 4 حرف اگر بدون حرکت بودند خوانده نمیشن در هیچ حالتی. فقط همین 4 حرف هستن که خوانده نمیشن اگر حرکت نداشته باشن. غیر از این 4 حرف دیگری نیست که حرکت نداشته باشه خوانده بشه. مثلا اگر نونی رو دیدید که حرکت نداره، نگید خب اینم چون حرکت نداره خوانده نمیشه. نه، مثل این نون هایی که اخفا میشه، شیخ عثمانی هیچ وقت علامت ساکن هم روش نمیذاره، هیچ علامتی روش نیست. این نه، نون خوانده میشه. یا میم هایی رو که به خاطر اینکه میم بعدش دوباره موجوده تشدید گذاشته میم رو علامت نمیذاره، نه. در کل فقط همین 4 حرف هستن که اگر هیچ علامت روی اینها نبود خوانده نمیشن. واو، الف، لام، یا که سر هم نوشته بشه میشه چی؟ والی. لام الان در این کلمه الدنیا، این لام الان اینجا از اون 4 حرف هست، خوانده نمیشه. خب دال تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. این که حرکت نداره، این الف هم که علامت داره حرکت نداره، میایم از حرکت این تا استفاده میکنیم. چی میشه؟ تا میچسبه به دال. فی الحیاة تد دنیا، فی الحیاة الدنیا. این سلا مخفف صاد و لا هست. صاد مخفف وصل، لا مخفف اولا. این سلا یعنی وصل اولا. اینجا وصل کردن بهتره، ولی اگر وصلم نکردید میتونید وقف بکنید، اشکالی نداره. اگر اینجا کسی توقف کرد نیازی نیست دوباره برگرده از عقب شروع بکنه، از ادامه میتونه ادامه بده. و یوم القیامتی یردون، یردون. دقت کنید دال دوباره خوانده میشه یردون، یردون الی اشد العذاب، اشد العذاب. قلا اینا بعد در هنگام وقف میشه عذابی، اما اگر در هنگام وصل، اگر اینجا وقف کنیم میشه اشد العذاب. این هم یعنی وقف کردن اولا. قاف مخفف وقف، لا این لی مخفف اولا، یعنی وقف کردن اولاست. اینجا اگر وایستیم بهتره، اگر کسی ادامه داد هم مشکلی نیست، و اگر اینجا وصل بشه مشکلی ایجاد نخواهد کرد. خب و الله، اینجا الف این ما میشه به تنهایی، فتح بعدش الف میشه ما. اما لفظ جلاله چون الفش الف وصله، این لام هم خوانده نمیشه. لام دوم تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. چون تشدید اینجا نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که فتح هست، اون موقع این تشدید تاثیر میگذاره در خود تلفظ این حرف هم، و این دیگه ما خوانده نمیشه. این فقط این الف اینجا هست میشه، این الف هم هست میشه، این لام هم که هیچ نقشی نداره، این سه تا هیچ نقشی ندارن. فتح این میچسبه به این لام میشه و مل الله، و مل الله. لفظ جلالی الله هم گفتیم هر وقت قبلش حرکتش ما قبلش فتحه باشه یا ضمه باشه پر خوانده میشه. فقط در این دو حالت. اگر ما قبلش کسره باشه باریک خوانده میشه، در حالت فتحه و ضمه که بالای حرف قرار میگیرن پر خوانده میشه. وقتی که حرف ما قبل پایین حرف باشه باریک خوانده میشه. الان اینجا میشه چی؟ و من الله، و من الله، نگیم و من الله، و من الله اشتباه است. و من الله، و من الله بغا. غین که از اون 8 حرفی است که پر خوانده میشه. بغافلین، نمیگیم بغافلین، نه، بغافلین، بغافلین نشه، بغافلین. تنوین بعدش عین آمده. اینجا ببینید تنوینا رو چقدر مرتب رو هم قرار گرفته. اظهار میشه چون دقیقاً از همون مخرج خودش ادا میشه نون. شکل اصلی تنوین اینه. جاهایی که اظهار میشه برای تنوین ان شکل اصلیش اینه، تنوین ان هم شکل اصلیش به همین شکل بالای خط، تنوین اون هم شکل اصلیش رو دیدیم که یک واو بود، یک واو دیگه چپه بود، اون تنوین اصلیشه. هر جا که اظهار بشه شیخ عثمان طه تنوین ها رو به شکل اصلیش می‌نویسه. الان این تنوین شکل اصلیش نوشته شده چون بر از تنوین عین از حروف فرقی است، اظهار میشه. بغافل عما تعملون. اینجا نگیم بغافل
اینجا اخفا نشه بغافلین عما، نه اینجا اظهار میشه بغافلین عما تعملون. این آیه یک بار با هم بخونیم از ابتدا، های طولانی هم هست ماشاءالله. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دیارهم. جا چون معنی کامل میشه نیاز نیست برگردیم، من ادامه میدم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. آیه 85 آیه قبلی بود که خوانده شد. آیه 86 رو شروع میکنیم. این الف، این واو وقتی که روی واو یا الف این علامت صفر رو دیدید خوانده نمیشه، یعنی هیچ نقشه‌ای نداره. او اینجا فقط همزه خوانده میشه، او نگیم او، چون این هیچ نقشی نداره. این اگه این علامت صفر نمی بود، ساکن می بود یا علامت نداشت میشد او، اما وقتی که این هست دیگه نمیشه او، میشه او لائک. این که میچسبه به لام چون این خوانده نمیشه، تشدید نیاز به آخرین حرکت ماقب داره. اولئک الذین اشتروا، این الف خوانده نمیشه، این الف هم خوانده نمیشه. لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ماقب داره که حرکت ضمه است. اینجا وو نیست، این وو، خود واو ضمه داره میشه وو. اولئک الذین اشتروا والحیاة، تا اینجا اولئک الذین اشتروا الحیاة. خب حیاة باز دوباره این تا فتحش میچسبه به کلمه دال مثل تعبیر بالایی خط بالا. اینجا دوباره میشه چی؟ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بیل، الف خوانده نمیشه، به میچسبه به لام، بیل آخراتی. اگر ادامه بدیم میشه بالآخراتی. اگر وصل کنیم که اینجا وصل کردن بهتر هست. اگر وقف کنیم این علامت تای مدور بهش میگن در عربی، تای تانیث هم گفته میشه. این دو نقطهش و حرکتش در هنگام وقف هر دوتا میپره. این وقتی که وقف بکنه همه چیش میپره، هم بالا هم پایین. این چشماش هم میپره، این نقطهش هم، این پاش هم میپره. چی میشه؟ آخره ها تلفظ میشه دیگه، ت تلفظ نمیشه، ه تلفظ میشه. اگر وقف بکنیم، هر وقت روی این تا وقف بکنید، هر علامتی که داره همه چیزش میپره. خب چی میشه؟ بالآخره، بالآخره. فلا یخفف، سه تا ف پشت سر هم هست. ف اول ساکن، ف دوم حرکت داره، ف سوم ضمه داره. این فی که تشدید نمایانگرش هست ساکن بوده دیگه. فلا یخفف عن، نون ساکن بعدش حروف حلقی آمده. من خاطر میبینیم که اینجا روی نون ساکن علامت ساکن رو گذاشته، این دایره هم هی میاد و میره. این نون ساکن رو گذاشته اینجا شیخ عثمان طه که نشان بده این نون از مخرج خودش ظاهر میشه. عن هم العذاب ولا هم نون. ببینید اینجا نون ساکن باز علامت نداره، ساکن رو نگذاشت اینجا شیخ عثمان طه، در حالی که اینجا گذاشت. اینجا ساکنش رو گذاشت چون ساکن رو نشان بده که اینجا ساکن از مخرج خودش بعد ادا بشه ظاهر کرد ساکن رو. اینجا چون اخفا میشه ظاهر نکرد علامت ساکن رو تا نشان بده که اینجا اخفا میشه، چون بعدش صاد قرار گرفته. نه ظروف فرقی است، نه ظروف یرمنون و نبا میشه چی؟ ینصرون. اینا رو بخونیم.
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آیه بعدی رو با هم میخونیم. آیه 87 رو میخونیم. 86 مال آیه قبله. ولقد دال قلقله میشه. ولقد آتینا موسی. ببینید چرا روی موسی الف نگذاشت اینجا شیخ عثمان؟ چون اینجا دیگه ما الان الف داریم، این الف و این لام، اینجا این سین میچسبه به این لام، این سین میچسبه به این لام. تصویر داریم محمد جان؟ تصویر رو تا وصل بشه کمی. ما الان در کلمه موسی کتاب، چون بعد از دقت بکنید روی تعبیر موسی رو هر وقت که خود موسی به تنهایی خوانده میشه یک الف روی یا ما داشتیم. اینجا در این تعبیر موسی رو ما میبینیم که الف رو نگذاشته شیخ عثمان طاها، چون میچسبه سین به حرف لام کتاب. ببینید اینجا الان این حرف سین چون این لام ساکن هست و این الف هم چون این الف هم خودش هیچ حرکتی نداره، این علامت وصل داره دیگه، فقط این در این گام وصل خوانده نمیشه. این لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که این حرکت فتحه هست، فتحه سین. سین میچسبه به لام، میشه چی؟ موسل. موسل، هم یا هم الف اینجا خوانده نمیشن. موسل کتاب و قفینا ببینید نون بعدش با اومده. قاعده اول اقلاب. در اقلاب همیشه میم رو شیخ عثمان خدا حفظش کنه میذاره. میم دیگه نون تلفظ نمیشه، میم تلفظ میشه. من بعدهی، ه بعدش یا آمده، کسره بعدش یا آمده، صدای ای میگیره. من بعدهی، هی نه، من بعدهی نگیم، من بعدهی نه، من بعدهی بر رسل به میچسبه به را، الف ننگام وصل خوانده نمیشه، لام حرکت نداره خوانده نمیشه، به میچسبه به را، بر یک بار را با به خوانده میشه، بر رسوله و وصل کردن اینجا بهتر از وقف است. و آتینا عیسی، اینجا هم عیسی مثل موسی در خط بالا، دقت کنید دقیقاً اینجا الف عیسی رو نگذاشت چون سین باید بچسبه به با، الف خوانده نمیشه، به نیاز به حرکت ما قبل داره. عیسی نه مریم لفظ اسم فتحه میم مریم میچسبه به چی؟ به اینجا به کلمه لام. الان این الف خوانده نمیشه، لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، از میم کمک میگیریم. فتحه میم عیسی ابن مریم البیناتی. روی این کلمه مشاهده میشه خیلی از بینندگان در تلفظ بینات کمی روی تشدید مشکل دارن. دو بار یا تلفظ میشه، دو بار، یک بار به همراه با بی، یک بار خودش به همراه کسری که داره. بیناتی، مریم البیناتی و آتینا عیسی ابن مریم البیناتی. یا دقیق باید واضح بشه که دو تا یا هست. بیناتی و ای، اینجا هم یا دو بار خوانده میشه. ید دال میلرزه در مخرج، قلقله میشه. و ایدناه بروح القدس. اون کسره ها میچسبه به لفظ لام، چون الف در انگام بس خوانده نمیشه، نیاز داره ساکن با آخرین حرکت مقام. بروح القدس. اگر اینجا وقف کنیم که وقف بهتر هست، وقف اولاست، بروح القدس، قدس سین ساکن میشه. افکل لما جاءکم، جیم پر نمیشه. رسولم، اینجا تنوین بعدش حرف با آمده، خودش شیخ عثمان طاها مثل کلمه من بعدی بالا اینجا هم میم رو نوشته دیگه، به جای تنوین میم تلفظ میشه. ضمه لام سر جاش هست. اون ضمه دومین که بیانگر نون ساکن بود، چون نون بعدش با قرار گرفت تبدیل میشه به میم. رسولم اینجا میم تلفظ میکنیم به جای نون.
رسل بما رسل بما لا تهوى انفسكم میچسبه بشه. اینجا نون ساکنش رو نگذاشته، اخفا میشه. اینجا بعدش فا اومده، اخفا میشه. بما لا تهوى انفسكم، بعدش چیه؟ الف خوانده نمیشه، سین ساکن هست. میم ضمه میم بعد بچسبه به سین. انفس بما لا تهوى انفسكم استكبرتم انفسكم استكبرتم. اینا یکی در میون ساکن هست. حروف جالبه که این ساکن حرکت ساکن حرکت ساکن حرکت ساکن. انفسكم استكبرتم، هر کدوم از این ساکن ها به همراه ما قبل خوانده میشه. فریقا اخفا میشه بعد از تمرین. ببین اینا رو هم اگر قرار میگرفت، رو هم قشنگ رو مرتب بود، اظهار نشان از اظهار داشت. چون اظهار نشده عقب جلو گذاشته شیخ عثمان تا مشخص بشه که اینجا از مخرج خودش ادا نمیشه. فریقا کذبتم و فریقا تقتلون، اینجا مخفا میشه. فریقا تقتلون، قاف قلقله، تقتلون. آیه 87 رو با هم میخونیم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. من چون از کلمه استکبرتم شروع کردم، این الف رو حرکت کسره بهش دادم، چون بعد از الف لام قرار نگرفته فتحه نمیگیره. نگاه کردیم بعد ساکن فتحه بود، چون فتحه بود بهش کسره دادم، استکبرتم شد. انشالله باز در برنامه بعدی بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم. قبلا هم گفتم دیگه قاعده این رو، قاعده این حروف حالا که اومد بگم دیگه. قاعده این الف، هر وقت از خود این الف خواستیم شروع کنیم نگاه میکنیم بعدش چی هست. اگر بعدش مثل اینجا، اگر بعدش لام بود صدای فتحه میگیره. اگر بعدش لام بود مثل خط بالا کلمه القدس در آخر خط ابتدای خط سوم از بالا از پایین. تصویر قطع شده اما خیر من با دوربین توضیح میدم. در الف وصل در ابتدا اگر آمد، اگر بعدش لام بود، ما هر وقت که از کلمه شروع کردیم، اینجا مثلا من از استکبرتم شروع کردم، اگر الف وصل در ابتدای کلام قرار گرفت و خواستیم از اون شروع بکنیم، چون خودش حرکت نداره نیاز داریم به اون یک حرکت بدیم، باید یک حرکت بدیم. چه حرکتی بدیم؟ اگر بعدش لام قرار گرفت، چه لام خوانده بشه چه نشه، اگر بعدش لام بود صدای حرکت فتحه میگیره همیشه. اگر بعدش لام بود همیشه فتحه میگیره. اگر بعد از الف وصل لام نبود، اون موقع ما چیکار میکنیم؟ اگر لام نبود نگاه میکنیم بعدش ساکنه دیگه، بعدش غالبا ساکنه. بعد ساکن چیه؟ اولین حرکت چیه؟ تعبیر ساده تر، اگر بعدش لام بود فتحه میگیره. اگر بعدش لام نبود نگاه کنید اولین حرکت بعدش چیه؟ اولین حرکت بعد از الف وصل اولین حرکت چیه؟ اگر حرکت ضمه بود بهش ضمه میدیم. اگر اولین حرکت بعد از الف ساکن کسره بود بهش کسره میدیم. وقتی که لام نباشه بعدش دیگه، لام باشه که فتحه میگیره. لام نبود به اولین حرکت بعدی نگاه میکنیم. ضمه بود ضمه میدیم، کسره بود کسره میدیم، فتحه بود هم کسره میدیم. اینو فقط مد نظر شما باشه. خلاصه بحث الف وصل، هر وقت شما خواستید با کلمه آغاز بکنید تلاوت رو که الف وصل داره، این الفی که صاد روش هست، این الف مثل اینجا یا اینجا، اگر شروع کردید، انا مثلا این مثال های جالبی از هر دو تاشون، اگر همچین حالتی بود که الف بعدش لام بود همیشه فتحه میگیره بلا استثناء. اینجا میشه القدس اگر از اینجا شروع کنید.
اگر بعد از الف وصل لام بود همیشه فتحه میگیره. اگر لام نبود فتحه نمیگیره هیچ وقت، یا کسره میگیره یا ضمه. خب مثل این مثال الان بعدش لام نیست، این الف یا کسره میگیره یا ضمه میگیره. چه موقع کسره میگیره چه موقع ضمه؟ نگاه میکنیم به اولین حرکت بعد از الف. اولین حرکت این که ساکن حرکت نیست، ساکن یعنی عدم حرکت. اولین حرکت بعدی اگر ضمه بود به این ضمه میدیم، اگر کسره بود به این کسره میدیم، اگر فتحه بود هم به این کسره میدیم. این نکته مهمه. اینجا الان فتحه هست، ما بهش کسره داریم، استکبرتم. و به خاطر من این رو استکبرتم خوندم، چون این بعدش فتحه. اولین حرکت بعد از الف فتحه هست، کسره میگیره. اگر کسره هم بود باز کسره میگیره، اگر ضمه باشه ضمه میگیره، به شرطی که لام اینجا نباشه، چون اگر لام باشه مثل این مثال در هر حالت الف میگیره دیگه، کاری بقیه نداره. اگر لام بود بعد از الف لام بود مستقیم فتحه میدیم، به ما بعدش هیچ کاری نداریم. اگر لام نبود با اولین حرکت ما بعد نگاه میکنیم، ضمه و کسره باشه ضمه و کسره میگیره، فتحه هم باشه کسره میگیره. آیه 88 رو هم با هم بخونیم که این سفر تموم کنیم. و قالو، این الف خوانده نمیشه، قلوبنا غلف. اگر اینجا توقف کنیم چون اجازه داریم توقف کنیم، اگر توقف کنیم این تنوین اون بوده، این خوانده نمیشه، میشه غلف ساکنه، غلف. هر دو تا ساکنه رو دقت کنیم، غلف یک کمی خارج میشه از مخرج. اگر ادامه بدیم غلفون بوده، بعد از تنوین با آمده تبدیل شده به میم، میشه غلفون بل. این لام میتونیم در نظر نگیریم، این لام بعدی رو تشدید داده شیخ عثمان و میچسبونیم به این بل لعنهم الله. لفظ جلاله پر خوانده میشه چون قبلش ضمه قرار گرفته. بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا. اینجا تنوین بعدش میم آمده، حروف یرملون، یکی از حروف یرملون، تنوین تبدیل به میم میشه دیگه، نمیگیم فقلیلا، میگیم قلیلم، به جای نون میم تلفظ میکنیم، فقلیلا ما یؤمنون. خب تلفظ آیه 88 تلاوتش رو با هم یک بار بخونیم این آیه رو. و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون. این در هنگامی که ما روی کلمه غلف توقف کنیم، ولی اگر بخوایم ادامه بدیم و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون. این هم از تلاوت این آیه و این صفحه تمام شد. تلاوت این صفحه رو به صورت کامل با صدای استاد صدیق محمد منشاوی و تکرار شاگرد میشنویم. شما هم هر وقت استاد این صفحه رو تلاوت میکنه تصویر روی صفحه هست، انشاءالله وقتی که استاد تلاوت کرد بعدش شما هم به همراه شاگرد تلاوت بکنید تا تمرین بهتری شده باشه. بعد از اون تلفن های شما عزیزان رو خواهیم داشت و تلاوت همین صفحه برای بزرگسالان عزیز و تلاوت هر آنچه که از قرآن کریم خواستن برای کودکان و خردسالان مهربان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، در بخش دوم برنامه با تماس‌های تلفنی شما عزیزان در خدمتتون خواهیم بود و حتما انشاءالله مطلع هستید روال تماس‌های برنامه رو که در موضوع روحانی قرآن کریم خواهد بود انشاءالله. فقط تماس‌های شما خوبان و تلاوت همین صفحه‌ای که با هم مرور کردیم و دو بار دیگه نسبتاً تلاوت این صفحه رو شنیدید و سه بار دیگه، یک بار که من خوندم، یک بار استاد منشاوی خوند، یک بارم دوباره تکرار شاگرد بود. سه بار تلاوتش هم خونده شد و حرف به حرفم توضیح داده شد. عزیزانی که تماس میگیرن انشاءالله حتما در همین موضوع با مشارکت خواهند کرد. بزرگتر حالت کنید از همین صفحه بخونید و عزیزانی که به هر حال نونهالانی که امیدهای آینده جامعه ما هستن
هر صفحه‌ای که دوست داشتن انشاءالله تلاوت خواهند کرد. اولین تماس برنامه امروز رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه روحانی قرآن کریم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید برادر؟ من زاکر جان میشم از تاجیکستان. اسمتون رو متوجه نشدم، یک بار دیگه نامتون رو ذکر کنید. اسمم زاکر جان از تاجیکستان. اسلام جان، اسلام زاکر جان. زاکر جان. زاکر جان، بله. خوش آمدید برادرم. از ابتدای صفحه اگر موافق باشید ابتدای صفحه شروع بکنید به تلاوت. و اذا اخذنا میثاقکم. انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. احسنتم، ماشاءالله ماشاءالله زاکر جان برادر عزیز، بسیار عالی بود، بسیار خوب به تلاوتتون. امر دیگری هم دارید؟ خیر استاد، از برنامه شما خیلی خوشحال هستیم. انشاءالله برنامه خوب. متشکرم از تماس شما. دعا کنید انشاءالله قاری بهترین انشاءالله. انشاءالله انشاءالله انشاءالله. الله تعالی شما و همه سلام دوستان علیکم و قرآن رحمت کریم الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله تعالی همه شما و دوستان قرآن کریم رو روز به روز بیشتر و بیشتر با قرآن کریم آشنا بکنه و ما و همه امت اسلامی. بینم بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه روحانی قرآن کریم، بفرمایید. ماریا از افغانستان. ماریا خانم از افغانستان. خواهرم اگر شما از ادامه تلاوت برادرمون زاکر جان تلاوت رو ادامه بدید از آیه 86. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاء بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
صدق الله العلی العظیم. ممنون هستم استاد حسین. عزیز خواهرم میخواد تلاوت کنه. بفهمید. الو سلام علیکم. سلام بر شما. خودتون معرفی میکنید؟ سامی احمدی هستم از افغانستان. آیه آخر شروع بکنید و آیه اول رو هم بعدش بخونید. آیه 88 و باز برگردید اول صفحه آیه اول رو هم بخونید. با قالو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من از همین صفحه شروع کنید چون ما ولما جاءهم از همین و اذا اخذنا از ابتدای همین صفحه که خوندیم دوباره شروع کنید چون ما صفحه بعد هنوز نخوندیم. از همین ابتدای صفحه بله از همین ابتدا دوباره شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تقادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. احسنتم ماشاءالله. فقط خواهرم یک نکته رو مد نظرتون باشه. خواهرم که روحانی شما ماشاءالله خیلی خوب است اما سرعت شما در خواندن مقدار زیاده و این سبب شده که موارد تجویدی کمی رعایت نشه. یعنی سعی کنید آرامتر بخونید، عجله نکنید در مثلا اخفا، در بحث مدها. یک مقداری روحانیتون خوبه، مشکلی نداره الحمدلله، ولی در تجوید هم سعی بکنید که آرامتر تلاوت کنید چون آرامتر که تلاوت بکنید فرصت بیشتری برای رعایت نکات تجویدی، غنه ها، اخفاها، مدها، روی اینها دقت بکنید ان شاء الله. متشکرم هستم. ما کوشش میکنیم که تجوید یاد بگیریم. آرامتر بخونید، سعی بکنید همین جوری که مثلا همین نواری که ما از صدای استاد منشاوی رو که پخش میکنید سعی بکنید فعلا در ابتدای راه سرعتتون همین اندازه باشه، آرام آرام و دقت بکنید و رعایت بکنید، چون اگر شروع نکنید با آرام خواندن همینطور عادت کردید و همینطور پیش میره. یعنی حتما باید تمام شما عزیزانی که بهر روحانی بلد هستید سعی بکنید که آرامتر تلاوت بکنید که تجویدتون هم خوب بشه. متشکرم هستم واسه شما. تشکر زنده باشید استاد محترم. متشکرم هستم واسه شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی با تلفن صحبت کنید. سلام بر شما بفرمایید. سلام علیکم. برنامه سال حق به سال حق برنامه روحانی قرآن کریم سلیمانی هستم. صدای شما در استودیو در حال پخشه. بفرمایید. ما میخوایم یک سوره خونیم. بسم الله. از صدای تلویزیونتون رو ببندید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. احسنتم ما شاء الله. خیلی خوب بود ماشاءالله.
متوجه نشدم فرمایشتون. نه خوب بود ماشاءالله، خوب بود، تلاوتتون جالب بود، تلاوت خوبی بود ماشاءالله. خوب بود ماشاءالله. ماشاءالله. متشکرم هستم واسه شما. بیننده بعدی. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. تماسشون قطع شد. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ من عبدالله هستم از ایران شهر. عبدالله جان از ایران شهر یا پیران شهر؟ ایران شهر. ایران شهر میدونم، بله بله. ایران شهر عزیز، خوش آمدید عبدالله جان. جنبه. شما از کجا تلاوت میکنید؟ اگر موافق باشید از آیه 86 ادامه تلاوت خواهرمون از کابل شما ادامه بدید تلاوت رو. اگر از حفظ بخوانم مشکل نداره؟ بخوانید، مهم نیست حفظ باشه یا روخانی باشه، فقط آیه اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا از اینجا شروع کنید. نه، از ولما توجه تلقاء مدین بخوانم. اون که سوره قصص دور میره، چون ما اون صفحه رو که برای بینندگان از همین صفحه بخوانید. شما چند جزء حفظید؟ من اون حفظم. اینجا حفظ نیستید، چون ما میخوایم سعی میکنیم چیزهای تلاوت بشه که ما تمرین کردیم که بیننده ها هم استفاده بکنن. اونجا رو ما نخوندیم، الان باز کمی شاید در تلفظش ما صفحه رو از روی صفحه میخوانم. از روی صفحه بخوانید، هیچ مشکلی نیست. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة از آیه 86 شروع کنیم به تلاوت. بسم الله. از روی صفحه تلویزیون میخواستم بخوانم. شما تعوذ بالله و بسم الله بگید، تصویر به شما میرسه. ما تصویر رو گذاشتیم روی صفحه برای شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تصویر نیامد. تصویر دیگه باید رسیده باشه به شما. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. احسنتم. صدق الله العظیم. احسنتم، ماشاءالله، تبارک الله، ماشاءالله، بسیار عالی بود، بسیار. شما بعد جای من بشینید اینجا به ما و دوستان و بیننده ها تعلیم بدید قرآن و تجوید رو استاد. خیلی ممنون، جزاکم الله. متشکرم هستم از شما. موفق باشید. ماشاءالله. چون از تلاوت مشخص بود که قاری هستن و استاد قرائت و تجوید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه و لطف میکنن عزیزان اساتیدی که تماس میگیرن با این برنامه و زینت میدن برنامه رو با تلاوت زیبای خودشون. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جلال هستم از ایران. آقا جلال از ایران، خوش آمدید جلال جان. خسته نباشید. سلامت باشید. متشکرم. اگر موافق باشید از ابتدای صفحه شما شروع بکنید تلاوت رو. آیه 84. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. احسنتم. جلال جان فقط دقت کنین روی چند تا تعبیر رو من تکرار میکنم با هم بخونیم که در آیه 85 در تعبیر و این یأتوکم اسارا و این یأتوکم اسارا بله در همین خط بعدی فما جزاء من یفعل لام رو من احساس میکنم شما ساکن تلاوت فرمودید لام ضمه داره درسته جزاء من یفعل احسنتم ماشاءالله کاملا صحیح و در آیه بعدی فلا یخفف عنهم العذاب آیه 86 در آیه فلا یخفف عنهم العذاب احسنتم کاملا صحیح است ولا هم ینصرون احسنتم در آیه آخر در کلمه بل لعنهم الله این را هم یک بار دیگه تلاوت بفرمایید بل لعنهم الله بکفرهم بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون. احسنتم ماشاءالله متشکر از تماس شما الله تعالی شما رو حفظ بکنه لطف کردید متشکر از تماس شما شما را اجر شما را بدهد همه ما شما مسلمین شما برنامه خوب بودن تشکر میکنم متشکر از تماس شما لطف کردید ممنون از شما متشکرم الله تعالی شما رو حفظ بکنه. من خواهش من فقط از بینندگان عزیز این هست به خاطر اینکه تماس بسیار زیاد هست و لطف بکنید نصف صفحه بیشتر تلاوت نکنید یعنی اجازه بدید که بینندگان دیگر رو هم مشارکت بکنن با ما به همون نصف صفحه اکتفا بکنید دعای نصف صفحه اول یا نصف صفحه دوم. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید.
سلام بر شما خواهرم. شبکه جهانی وصال حق، برنامه روحانی قرآن کریم. صدای شما در استودیو در حال پخش است. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید. من 30 ساله دوستان صدا رو مقدار تقویت یک بار دیگه خودتون معرفی کنید. خواهرم صداتون رو خوب نداره. من 30 ساله بحرین هستم. خانم صالحی از بحرین، خوش آمدید خواهرم. اگر موافق باشید شما از ابتدای این صفحه شروع کنید به تلاوت خواهرم. من لحظه صفحه چند؟ از همین ابتدای صفحه 13 آیه 84 و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى فاعتوهم وهو محرم عليهم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فقالوا فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وأن الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. احسنتم خانم صالحی. فقط لطف کنید دقت بکنید مقداری اگر آرامتر و با تأنی بیشتر تلاوت بکنید در مسائل اخفا و مدها فرصت بیشتری دارید که بیشتر رعایت بکنید. روحانیتون ماشاءالله خیلی روان هست، بسیار عالی است. فقط روی مسئله تجوید اگر مقداری آرامتر تلاوت بکنید بهتر میتونید که قواعد تجویدی رو رعایت بکنید ان شاء الله. متشکرم از تماس شما. اگر موفق باشید الله تعالی شما رو حفظ کنه. بیننده بعدی. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی رو خط است. سلام علیکم بفرمایید. صالحه وصال حق، برنامه روحانی قرآن کریم. سلیمانی هستم. صدای شما در استودیو در حال پخش. بفرمایید. تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. و علیکم السلام. خودتون معرفی میکنید؟ من سلمان از تاجیکستان. برادرمون سلمان جان از تاجیکستان. برادر عزیزم اگر موافق باشید از امتداد تلاوتمون از بحرین شما تلاوت خواهرمون از بحرین شما امتدادشون رو ادامه بدید. آیه 86 اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة. سوره چی؟ سوره بقره آیه 86 اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة. تصویر رو روی صفحه برای شما گذاشتیم. صدای من رو دارید؟ تماسشون قطع شد متاسفانه. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام علیکم. علیکم سلام. نام شما چیست؟ نام محمد هستم. محمد جان خوش آمدی. کدام سوره تلاوت میکنی محمد جان؟ سوره بقره. کدام آیه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ولا تخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم
وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. احسنتم ماشاءالله ماشاءالله. محمد جان چند ساله هستی شما؟ خواهرم میخواد بخواند. قبل از اینکه خواهرتون بخوانن چند ساله هستی؟ خود شما چند ساله هستی؟ چند سال داری؟ 10 سال هستم. 10 ساله هستی. ماشاءالله بسیار عالی بود. بسیار خوب بود. ماشاءالله. خواهرم میخواد بخواند. بسم الله. باشه. بسم الله. السلام علیکم. سلام علیکم یاسمین جان. خوبی؟ من میخوام که سوره قلیا سوره کافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون ألا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما أعبد ولا أنتم عابد ما أعبد ولا أنتم لكم دينكم ولي دين. یاسمین جان عمو جان من تکرار میکنم. من یک بار میخوانم شما با من بخوانید. باشه؟ ها. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون. قل یا ایها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولي دين. احسنتم ماشاءالله ماشاءالله. باشه در خدمتشون هستیم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خواهرم بفهمید. ألف لام ميم الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. یک بار دیگه این آیه رو با هم تکرار کنیم خواهرم. والذین یؤمنون بما انزل الیک. الذين يؤمنون بما انزل الیک علیک نه الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. احسنتم ما شاء الله. دختر خانم شما خواهش میکنم. متشکرم. دختر خانمتون یاسمین خانم چند ساله است خواهرم؟ یاسمین 6 ساله است. 6 ساله هستن ماشاءالله. چیزی حفظ کرده از قرآن کریم؟ چند سوره حفظ کردن؟ قرآن کریم یاد نه پیش پرش کم 5 سوره نو میخوانه دیگه. محمد جان حفظ کرده یاد داره. 2 بار حفظ کرده. یک 7 بارش 8 دیگه از بعد 5 سوره یاد داره. ماشاءالله
ماشاءالله الله تعالی اونها رو برای شما حفظ میکنه و همه فرزندان رو برای مادر میشه. متشکرم از تماس. دعا بسیار آرزوها دارم که قرآن کریم یاد بگیرم، بسیار همیشه شب روز گریان میکنم، بسیار کوشش میکنم پیش محمد جانم خودم میخوام. نه ماشاءالله، نه اتفاقا خوبه. کم کم انشاءالله کم کم هم برنامه رو پیگیری بکنید، برنامه رو ببینید انشاءالله. مهم این است که شما قاعده های اصلی رو یاد بگیرین که چطور فتحه، کسره، ضمه، تشدید، ساکن با تمرین خوب میشه. از آنان خوب شد. بسیار تشکر میکنم که بسیار آرزو دارم که قرآن کریم فرزندان مسعود و تمام مسلمانان است یاد بگیرن. دعا کنیم. امید الله تعالی. امید الله تعالی. متشکرم از تماس شما. متشکرم. خدا موفق باشید. خدا نگهدارش. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید برادر؟ سیروان هستم از کرج. آقا سیروان عزیز از کرج. سیروان جان اگر موافق باشید ادامه تلاوت برادرمون محمد جان رو بشنویم، آیه 86 به بعد رو. والا من تصویر ندارم چون جناب استاد یه مقدار تصویر دیرتر برای من میاد. بله. من تصویر ندارم. اگه 30 ثانیه به من اجازه بدید من رو قرآن خونه براتون بخونم. من تصویر رو گذاشتم تا شما الان تصویر چند ثانیه بعد ان شاءالله به شما میرسه. اگر اصلا من خیلی عقب هستم از برنامه شما، نمیدونم الان من تماس رو با شما دارم. من متوجهم حدوداً 30 ثانیه یکی دو روزی هست که تأخیرمون بیشتر شده. حدود 40 ثانیه‌ای تصویر دیرتر به شما میرسه و ان شاء الله میرسه تصویر. مشکلی باشه. اگه تصویر اومد من از اون تصویر برای شما میخونم. خب اگه مصحف دارید از مصحف شروع کنید، اگر تصویر نرسیده از آیه 86 اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة. بسم الله از آیه 86 شروع کنید. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا. صدای تلویزیونتون رو ببندید سیروان جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وفقينا من بعده بالرسول. یه بار دیگه سیروان جان، یه بار دیگه. ولقد آتینا. سیروان جان صدای تلویزیونتون رو ببندید، با تلفن صحبت کنید. ولقد من صدای تلویزیون رو بستم، نمیدونم چرا صدای اینجوریه. الان صدای منو دارید شما؟ من صدای شما رو دارم. بله. من شما یکم فاصله بگیرید. من یک بار دیگه از اول بخونم. مشکل نیست از اول تلاوت کنید. عذرخواهی میکنم، ببخشید. خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسول وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. استاد متشکرم. صدق الله العظیم. متشکرم از تماسشون. فقط سیروان جان روی دو کلمه رسول و قدس دقت بکنید که ضمه هست، واو نیست، زیاد کشیده. تکرار بکنید. من تکرار میکنم. احمد جان تصویرم بگذار که بیننده ببینن. وقفینا من بعده بالرسل. رسول نشه، بالرسل. تکرار کنید. وقفینا من بعده بالرسل. احسنتم. و ایدناه بروح القدس. بروح القدس. احسنتم. بسیار عالی بود. متشکرم از تماس شما. سپاسگزارم استاد. من مادرم بیننده پرا قرص برنامه شما هستش. من امروز اینجا بودم دیگه، گفتم که زنگ بزنم هم صدای زیبای شما رو بشنوم، هم یه فیضی از برنامه خیلی قشنگتون ببرم. منت گذاشتید، لطف کردید، خدا افتخار دادید. همیشه پشت و پناه شما باشه، شما رو موفق بکنه و اینکه به هر حال خیلی هستن که برای شما دعا میکنن. انشالله که همیشه سرحال باشید، سرزنده باشید. موفق باشید. من مزاحمتون نمیشم، پرچونگی هم نمیکنم. به هر حال
خواهش میکنم. که اصلا کسی دیگه هم که بخوان با شما صحبت بکنن. خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که بتونم مجددا صدای زیباتون رو بشنوم. ممنونم. خداحافظ شما. خدا شما رو متشکرم. موفق باشید. واقعا ما همین دعاهایی که مطمئنیم شما عزیزان دارید رو ما اثرش رو حقیقتا داریم میبینیم حتی در زندگی خودمون، در کار خودمون، و الله تعالی شما رو برای ما حفظ بکنه و همین دعای شما برای ما یک دنیا ارزشمنده و ان شاء الله که همین ما شما بتونیم خدمتی کرده باشیم در راه دین، در راه قرآن کریم. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی رو خط هستید. سلام بر شما بفرمایید. احمد جون ظاهرا نشون صدای ما ندارم. نفر بعدی رو بگیم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام بر شما بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم بفرمایید. شبکه صالح، شبکه جانب صالح حق، برنامه روخانی قرآن کریم. سوره ایمانی هستم. در استودیو صدای شما رو میشنوم. تصویر شما دیر پخش میشه. تصویر تأخیر داره. حدوداً 40-50 ثانیه تأخیر داره تا به شما برسه. شما تلفنتون رو شما تلفن صحبت کنید. الان فعلا رو آنتنید، شما صحبت کنید. اگر تلاوت میکنید از ابتدای صفحه 13 شما شروع کنید به تلاوت کردن. مصحف دارید؟ تصویر ندارید؟ تصویر احمد جان برایشون بفرست تا بهتون برسه. شاید مقداری طول بکشه. شما خودتون رو معرفی نکردید برادرم. تا تصویر میاد خودتون رو معرفی کنید. احسان هستم از زاهدان. احسان جان از زاهدان. بلوچید؟ بله. خوبی واجه. انشالله که سلامت باشید. بله خوب. سلامت باشید. سلام بر شما و بر تمام عزیزان ساکن در زاهدان، شهر حافظان قرآن، شهر مسجد مکی عظیم. انشالله که تصویر رسیده به شما. نه ندارم. الان رسید. الان رسید به شما. بله. بسم الله. از ابتدای صفحه شروع کنید. از همون ابتدای صفحه شروع کنید. و اذا اخذنا میثاقکم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ماشاءالله. صدق الله العظیم. ماشاءالله احسان جان. ماشاءالله. بسیار عالی بود. شما از اهل قرآن هستید. یقینا همچین تلاوتی دارید. بله بله خودم حافظ هستم. ماشاءالله. از تلاوتتون مشخص بود کاملا هویدا بود. بله. متشکرم از تماس شما. افتخار دادید. ممنون از شما. لطف کردید. خیلی خوشحال شدم. من تلاوت زیبای شما منو بیاد مولانا نعمت الله توحیدی انداخت و ماشاءالله تون صدای شما با استاد توحیدی خدا رحمتشون کنه. استادم که تلاوت میکرد همچین سبک تلاوتی داشت. متشکرم از تماس شما. متشکرم. استاد جا داره که منیکیات بکنیم از تمام خادمین قرآن کریم، علل خصوص عزیزانی که ما در محضرشون افتخار شاگردی داشتیم، حضرت مولانا علامه تفسیر نعمت الله توحیدی که الله شهادتشون رو قبول بکنه و محضرش. سبک تلاوتشون دقیقاً شبیه برادر عزیزمون احسان جان. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بفرمایید. السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید خواهر؟ من صالحه از تاجیکستان. صالحه خانم از تاجیکستان. خانم اگر از ادامه تلاوت برادرمون احسان از زاهدان شما تلاوت بکنید آیه 86 اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بله رو خط هستید خواهر هنوز؟ من صالح خانم خواهر بزرگوارم فقط دقت کنید که صدای بنده رو دارید الان؟ ها دارم ولی تلاوتتون ماشاءالله بسیار دقیق بود، بسیار زیباست. فقط روی چند تعبیر شما در هنگام توقف روی بسم الله الرحمن الرحیم یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا کلمه ینصرون، تقتلون، یؤمنون سعی کنید که حرکت پیدا نکنه، ساکن باشه حرف آخر. من تکرار میکنم شما من تکرار بکنید، فقط تنها نقاط محل توقف شما، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم این رو تکرار بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. نه الان میم شما خواهرم میم شما کسره گرفت، الان میم شما ساکن نبود. رحیم این حرکت میم اضافی است. رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نه میم رو توقف که میکنید رحیم، همین که به مخرج میم رسیدید توقف کنید، حرکت ندید. رحیم. شما اینطور میگید، شما میگید شما این گونه تلفظ میکنید رحیم، بعد از میم باز یک حرکت کسره میدید به میم. رحیم. بگید رحیم. رحیم. نه این حرکت آخر اضافه نکنید. رحیم. رحیم. سعی کنید میم حرکت پیدا نکنه. میم مهم این است که میم حرکت پیدا نکنه. یا کلمه دیگر رو تکرار میکنیم، مثلا فقلیلا ما یؤمنون. فقلیلا ما یؤمنون. احسنتم، الان درست شد. فقلیلا ما یؤمنون. نون اگر حرکت پیدا کرد مشکل ایجاد میشه بعدنش، مثلا اینطور نشه فقلیلا ما یؤمنون، نه نشه ما یؤمنون. تقتلون. بسم الله الرحمن الرحیم. میم همیشه حرف های آخر رو یکم بیشتر دقت کنید که حرکت پیدا نکنه. کلمه آخرتون درست شد ماشاءالله. بقیه تلاوتتون بسیار قوی بود، بسیار عالی بود. متشکرم، ماشاءالله تلاوت قوی داشتید، ماشاءالله موفق باشید. این نکته رو من تشکر میکنم ازشون. نکته رو دقت بکنید بینندگان عزیز که در خلال خود روخانی هم من این موضوع رو اشاره کردم که در آخر آیات باید ساکن باشه حتما. احیانا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، میم همونجا توقف میکنیم دیگه، حرکت ندیم به میم. میم ساکن یعنی حرکت نباید داشته باشه. مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میم توقف میشه دیگه، حرکت. الحمد لله رب العالمین، نون رب العالمین.
اینطور نشه. این که اگر حرکت فقط در همون 5 حرف که گفتیم قاف، تا، با، جیم، دال مقداری میلرزه در هنگام ساکن بودن، اما در غیر از اینا اصلا نباید حرکت تکون بخوره. دقت کنید که محل توقف شما نون حرکت پیدا نکنه. مثلا در همین کلماتی که الان ما در آخر این آیات داریم، مثلا وما الله بغافل عما تعملون، خلاص همین که رسیدین روی مخرج نون توقف. تعملون نشه تعملون، این نه آخر اضافیه. تعملون، این رو دقت بکنید عزیزان. احمد جان فرصت داریم بازم تماس بگیریم؟ بیننده بعدی رو هم بگیریم، حداقل یک نفر دیگه. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم، بفرمایید. علیکم سلام. سلام علیکم، خودتون رو معرفی میکنید؟ شماره چیه؟ بفرمایید، خودتون رو معرفی میکنید؟ الو. سلام علیکم، برنامه روخانی قرآن کریم، بفرمایید. این شماره چیه؟ تلویزیون جهانی وصال حق، برنامه روخانی قرآن کریم، صدای شما در استودیو در حال پخش است، بفرمایید. سوره ناس. کدام سوره رو تلاوت میکنید؟ الو. بفرمایید خواهرم. سوره ناس. سوره ناس، بسم الله. بسم الله، بفرمایید. تماسشون قطع شد متاسفانه. بیننده بعدی رو میگیریم، آخرین بیننده امروز. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم، بفرمایید. سلام، احمد رضا رنجبر هستم از شیراز. احمد رضای عزیز از شیراز، خوش آمدید برادرم. از ابتدای صفحه دعایی رو تلاوت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. احسنتم، ماشاءالله ماشاءالله. بسیار بسیار عالی بود احمد رضا جان، بسیار عالی بود، بسیار خوب بود، ماشاءالله. بسیار تلاوت زیبایی بود، لذت بردیم، افتخار دادید. متشکرم از شما. الله تعالی انشالله تمام تلاش‌های شما و همه عزیزان قرآنی رو در راه خودش حفظ بکنه. ماشاءالله این صدای زیبا در راه قرآن استفاده میشه، واقعا جای قبطه داره. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. متشکرم از تماس شما. وقت ما به تمام رسید، گرچه که هنوز تماسی زیادی پشت خط هستن عزیزان. تشکر میکنم از همه شما که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید، از همه عزیزانی که تماس گرفتن، منت گذاشتن، اساتیدی که تماس گرفتن، دوستان آشنایان، و همچنین از احمد جان عزیز، عبدالله و فرید عزیز که همیشه زحمت‌های پشت صحنه رو میکشن. در پایان از الله متعال خواهانیم که تمام گذشتگان ما و شما رو مورد رحمت، بخشش و
مغفرت خودش قرار بده و ما توفیق بده که تا آخرین لحظه با ایمان از دنیا بریم. تا برنامه بعد همیشه عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.